لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، فردا روز پنجشنبه، روز یکم ذوالحجه می باشد، روز 30 ایون، و ما باید درباره این روز یک معلومات داشته باشیم یا درباره روزهای ذوالحجه. پیش از همه باید ذکر کرد که پروردگار بعضی از روزها را و بعضی از مکانها را مقدس قرار داده است و با یک احترامی خاص آفریده است تا اینکه در این روزها ما بندگان زیادتر پروردگار را یاد کنیم. از جمله ماه رمضان است، شبهای قدر است، روزهای جمعه است و این چنین دهه ذوالحجه است. از اینکه شأن و مقام این روزها خیلی بزرگ است، الله میگوید والفجر و لیال عشر، قسم به فجر و قسم به شبهای دهگانه. و البته هر چیزی که قدر و قیمتش در نزد الله زیاد است، الله با آن قسم میخورد. و این چنین در سوره حج هم آمدگی هست که و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، و الله را یاد کنند در روزهای معلوم، در روزهایی که روزهای معدودت هم گفته آمدگی است، معلومات گفته هم آمدگی است. این دهه ذوالحجه می باشد. و درباره دهه ذوالحجه در ما احادیث زیاد هم هست. از جمله حدیثی که در صحیح بخاری هست، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هیچ روز مثل روزهای دهه ذوالحجه عملهای صالح در نزد پروردگار محبوبتر و دوست داشته‌تر نیستند. یعنی هر کاری که در این 10 روز میکنید، اجر و ثواب آن به مراتب می افزاید و به مراتب پروردگار آن عملهای شما را دوست می دارد. و بعضی از صحابگان میپرسند که حتی جهاد در راه الله، پیامبر الله، حتی جهاد کردن در راه الله، پیامبر میگویند آره، حتی جهاد هم مثل عملهای صالح در این روزها قدر و قیمت ندارد، مگر اینکه یک انسان با مالش و با جانش از خانهش خارج شد و هر دویش را در راه الله فدا کرد. پس در این روزها هر کاری که میکنیم، روزه نافله میگیریم که پیامبر در این روزها روزه گرفته بودند و دربارش حدیث بعضی از همسران پیامبر روایت میکنند. در مسند امام احمد آمدگی هست و این چنین در ترمذی و ابو داود که پیامبر روزه محرم را و این چنین 9 روز ذوالحجه را هرگز ترک نمی کردند. برای آنکه 10 روزه میگوییم، اما 10 روز که عید است در آن روز روزه نمیگیرند. پیامبر این روزها رو روزه میگرفتند. و این چنین نمازهای نافله که نمازهای نافله که ما برپا میداریم و روزه هایی که میگیریم و صدقه هایی که میکنیم و این چنین ذکر، چون در ما حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در این روزها عملها خیلی زیاد در نزد پروردگار دوست داشته‌تر و با ارزش است. برای همین در این روزها شما تحلیل و تکبیر و تحمید رو زیاد کنید. الله اکبر گفتن، لا اله الا الله گفتن و این چنین الحمدلله گفتن رو خیلی زیاد کنید. و حتی صحابگانی بودن که در صحیح بخاری هم اومدگی هست، ببخشید، صحابگانی بودن که مثل ابو هریره و دیگران در این روزها به بازارها برآمده با صدای بلند الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد میگفتند تا اینکه مردم هم با این ذکرها بر دوام این روزها را گذرانند. پس این روزها 10 روز است، همش فقط 10 روز، یا گفتیم 9 روز، 10 روز الکی روز عید است، مردم با عید مشغول هستند که انشاءالله درباره عید هم یک صحبتی کوتاه همراه شما خواهم گذرانید. ولیکن در همین 9 روز عزیزان باید بدانیم که این 9 روز در آخرین ماه سال است. پس از ذوالحجه الکی این سال هجری، سال 1444 هجری خطا نکنم تمام می شود و الکی ماه محرم می آید و این سال را ما به پایان می رسانیم. پس در آخرین ماه این سال، در این روزهایی که پروردگار این روزها را بزرگ داشته است و قسم خورده است و پیامبر می گویند یگان روز در سال وجود ندارد که عملهای شما مثل این روز با قدر باشند در نزد الله. باید هر دقیقه خود را، هر لحظه خود را به عمل صالح سپری کنیم. پیش از همه توبه کردن که پروردگار همیشه توبه پذیر است و توبه کننده ها را ببخشید دوست می دارد. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون میگوید همگی توبه کنید تا که شمایان رستگار شوید، نجات یابید. توبه شما سبب نجات شما در دنیا و آخرت است. و
روزه های نافله چه خیلی که گفتیم، نمازهای نافله، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله گفتن، کمک کردن، صدقه کردن در همه وقت اجرش بی پایان است. اما در این روزها قدر خودش را دارد. می توانیم هر روز به مقداری کمترین باشد هم صدقه کنیم. و البته محاسبه نفس، چون گفتم این ماهی آخر سال است و الکی سال هجری تمام می شود. باید به خود آییم. انسان هایی هستند که همیشه در محاسبه دیگران هستند، همیشه در فکر دیگران هستند. فلانی چیکار کرد، چیکار کرده ایستاده است، چیکار میکرده باشد. یعنی آنها همیشه در محاکمه دیگران هستند. ولی که مؤمن نفری هست که اول خودش را محاسبه میکند. اول میبیند که من چیکار کردم، من چیکار دارم میکنم، چیکار کردم و چیکار باید کنم. و شاید که این ماهی آخر سال است و تا سال آینده باشیم یا نباشیم. برای همین هم این فرصت ها را علل خصوص خواهران عزیزی که در تلفن زیاد می نشینید و خواهران عزیزی که زیادتر درباره زندگی دیگران فکر دارید و یا درباره آینده نوروشن که شاید هستیم یا نیستیم و یا درباره گذشته که الله از دستمون رفت ما او را تغییر داده نمی توانیم، بیایید همین لحظات را که لحظه های تغییر دهی برای خودمان باشد و این چنین لحظاتی هست که هر یک دقیقه ما خیلی زیاد اجر دارد، غنیمت شماریم و این فرصت را، فرصتی که اگرچه در حج نیستیم، در آن عملهای مبارک نیستیم که پروردگار سال آینده و یا به زودی نصیب کند، بیاید در خانه خود باشد هم هر دقیقه خود را با یک عملی ثوابی میگذرانیم و تا توان خود را از گناه دور کنیم. و نکته دیگر عزیزان، در این روزها، در روز 9 ذوالحجه روز عرفه وجود دارد که در باره‌اش پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در صحیح مسلم است، میگویند من امید دارم که روز عرفه گناه یک سال پیشینه و یک سال بعدینه را کفاره کند، یعنی سبب مغفرت گناهان 2 ساله شود. و این روز را، یعنی روز عرفه را، در یگان روز دیگر سال ما پیدا کرده نمیتوانیم. هیچ فرصت دیگر مثل این فرصت نیست که مایان در آن روز کار کنیم، یعنی روزه گیریم که خالصانه به خاطر الله، سبب کفاره 2 سالینه گناه ما شود. و البته باید حریص باشیم که روزه عرفه را اما بگیریم و انشاءالله سبب کفاره گناه های ما گردد. و این چنین در این روز حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن پروردگار به بنده هایش نزدیک می شود و نزدیک شوی پروردگار چگونه که به جلال خودش میزیبد و به این چیز عقل ما درک نمی کند، ولی ما به این ایمان داریم و باید تا توان از دعا فراموش نکنیم. دعا کنیم که پروردگار اولا برای ما اصلاح خودمون را نصیب کند، صلاحیت قلبمون را نصیب کند و این چنین نصیب کرده باشد که همیشه در عبادت خودش باشیم و برای نفع بنده هایش کوشش کنیم. و این چنین البته در روزهای عرفه فراموش نکنیم دعا کردن در حق مریضان، اونهایی که بیماری های قلب دارند، همیشه از پس بیماری های خودشان، از بدبینی، از حسد، از دیگر بیماری های قلبی که وجود دارد، خودشان رنج میکشند و خودشان میسوزند. پروردگار تمام این بنده هایت را که آنها از مشکلی هایی که خود دارند خودشان را در آتش کردند خودش نجات دهد و صلاح کردن دلها را برای همه‌مان نصیب کند. و این چنین در این روزها، یعنی پس از این روزها، در ما روزه قربانی می آید. وقتی می آید که ما باید قربانی کنیم و احکام قربانی چه خیلی است. آیا زن هم باید قربانی کند یا نکند و مردها چه خیلی قربانی میکنند، برای مرده ها قربانی کرده بخشیده می شود یا نه؟ به اذن الله یک صحبت کوتاه هم در این باره باید داشته باشیم. ولی اینجا فراموش نکنیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اگر شما ماه ذوالحجه را دیدید و مقصدتون قربانی کردنی هست، حتی در درون خانه‌تان باشد، هم ناخن‌های خود به ناخن‌های خود و به موی سر خود دست نزنید. و در صحیح مسلم است، حدیث در صحیح مسلم است، از ام سلمه روایت است. پس آنهایی که خواهرانی که زن هم میتواند قربانی کند از نام خودش و حتی هم شوهر هم زن کند یا شوهر کند هم کافی است، دربارش ان شاء الله صحبت میکنیم. خواهرانی که قربانی کردنی هستند برایشان مستحب است که از روز پنجشنبه به ناخن و موی بدن خود دست نزنند. بقیه درباره احکام قربانی باز با هم صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. پروردگار ما را به ماه ذوالحجه و به عبادت های خالصانه ذوالحجه برساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.